به نام خدا. با سلام، افشین نوروزی هستم، عضو تیم پتروشیمی بندر امام. خب امروز یک دور دیگه از مسابقات لیگ برتر کشور برگزار شد و ما با تیم صنعت نفت اهواز مسابقه رو انجام دادیم که بازی بسیار خوبی بود. صنعت نفت اهواز با جذب بازیکنان خوب امسال تونست ترکیبی از بازیکنان غیر بومی و بومیش تونست که امسال تیم خوبی رو در لیگ داشته باشه و ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. خب خیلی خوشحالم که برای تیم پتروشیمی بندر امام تیم استانم خوزستان دارم بازی میکنم. فعلا در صدر جدول هستیم بدون باخت و همه هدفمون هم این است که ان شاءالله بتونیم در لیگ برتر بازی خوبی رو انجام بدیم و مقام قهرمانی سال گذشته رو تکرار کنیم. خب شاید تنها ایرادی که میشه گرفت به این موضوع مسابقات لیگ برتر فاصله زمانی و وقتی که توی برگزاری مسابقات افتاده، چون الان این لیگ ادامه لیگ سال 1403 هست و البته خب فدراسیون هم فکر میکنم احتمالاً به خاطر معذورات و محدودیتی که داشته، چون بازیکن‌های لژیونر زیادی داریم که این بازیکن‌ها با هماهنگی فدراسیون در لیگ ایران هم دارن بازی میکنن. از این باب کار خیلی خوبیه که کیفیت بازی‌ها حفظ میشه، اما امیدوارم که حالا طوری برنامه‌ریزی بشه که لیگ هرچه سریعتر تموم بشه که تیم‌ها بتونن برای سال جدید 1404 برنامه‌ریزی خوبی داشته باشن و شروع کنن به آمادگی و جذب بازیکناشون برای لیگ سال آینده. ممنونم از شما.